زنهای تاجیک در 3 ماه اولی بهار فقط از همین گیاهای شفابخش خوراک‌های میلی تیار میکنیم. از همه خوراک با مزه خوراک میلی میباشد. از دوره جوانی همین خیلی خوراک آش بریده رو تیار میکردیم. این زواله رو چقدر تنو کردی، چقدر سر آرد کردی، دست زنیش خشو میشود. نوروز بین المللی در قلب پیر و بنای کشور تخم شادی را کاشته است. می‌بینیم که در هر یک گوشه زنان و مادران سرجم گردیده طعم‌های ملی را آماده می‌کنند و از عرف و عادت‌های قدیمی خود حرف می‌زنند. نوروز احیاگر عنعنه‌های نیک نیاگان ملت تاجیک به شمار می‌رود. از اینجاست که همه ساله ما نوروز بین المللی را با تمام سنت‌های اجدادی و میراث نیاگان استقبال می‌گیریم و به آن شهامت تازه می‌بخشیم. زنان و مادران ناحیه کوشانیان امروز طرز آماده کردن خوراک ملی آش بریده را برای بینندگان ما نشان می‌دهند. هر یک در هر منطقه ما آش بریده را به طرز خود آماده می‌کند. بعضی از نفران اگر از لوبیا، نخود، ماش و دیگر انواع دانگی ها استفاده برد، بعضی ها از روی طعم و ذوق خود تنها گیاهای شفابخش بهاری را در آش بریده خود استفاده می کنند. سیاره بحرالدین را در منطقه خود همچون کدبانوی ماهر می شناسند و احترام می کنند. چطور مشاهده کردیم سیاره بحرالدین در تنتنه های جشن نوروزی با جمع زنان و مادران طرز تیار کردن آش بریده را نشان داده ایستاده است.